آقای مصطفی بینش از این لحظه تقابل رو آغاز کنه در فولادشهر. اولین حرکت از بازیکنای فولاد خوزستان میبرن سمت چپ، حرکتی که آغاز کردند و پاسی که به ثمر ننشست. پرتاب برای ذوباهن به دست اومده. یه پاس برای مرتضوی جوان که در تیم ملی امید هم بازی کرد. یه لحظه موقعیت برای امید لطیفی، داور قبلش خطا اعلام کرده بود، دروازه باز شد اما خطای امید لطیفی فکر کنم یا مرتضوی بود. ذوباهن حالا ضد حمله اجازه نمیده اونجا. سرابادانی، بلانکو، شلیک سنگین از سرابادانی و داوود نوشی سفیانی که توپ رو به کورنر میفرسته. امیر مسعود سرابادانی بود که شانس خودش رو امتحان کرد. با هم ببینید این ضربه سرابادانی و با دست راست خودش توپ رای کورنر میکنه داوود نوشی سفیانی. اسدبیگی ارسال مواج روی دروازه، ضربه سر اول میزنن مدافعین ذوباهن، میتونن ضد حمله رو طراحی کنن، موفق میشن. بلانکو ضربه ای که میزنه دوباره داوود نوشی سفیانیه که دروازه ذوباهن رو نجات میده. این متوقف شد. صحنه قبل رو ببینید که ضربه پای چپ گوستاو بلانکو را داوود نوشی سفیانی سد راه شد. سینا اسدبیگی، یه پاس برای ساسان انصاری، تک ضرب میندازه برای سرابادانی، اشتباه سرابادانی، دوباره داوود، دوباره نوشی سفیانیه که اجازه نمیده. یه پاس بلند که به بیرون میره و ببینید یه توپگیری فرصت برای فولاد خوزستان. مزرعه نگاه میندازه ارزی، یه پاس فرصت هست میکاره برای سرابادانی، دوباره شلیک، توپ میرسه به مزرعه، این بار آفساید نیست و گل برای فولاد. اما قبلش داور بازی رو متوقف کرده، بود. آفساید نگرفت، کمک. ببینیم توپ به دست برخورد کرده اونجا یا نه. با هم ببینیم اینجا محروقی با کاش برای سرابادانی ضربش رو زد. آفساید بود فکر میکنم، آفساید بود. من فکر میکنم آفساید بود. ضربه بغل پای یوسف مزرعه هنگامی که ضربه زد کوتاه رو به عقب برای قاضیپور. ارسال عالی، موقعیت و گل برای ذوباهن. چقدر این ارسال عالی بود از پدرام قاضیپور. آرش قادری بود که دروازه رو باز میکنه. مدافع ذوباهن جدی، یه ارسال بلند، توپ دور میشه توسط نعمتی. توپگیری خوب، فرصت است برای ذوباهن. پهلوان، یه شلیک سنگین از احسان پهلوان. شوشتری، خود قاضیپور روی پای راست. مرتضوی میزنه به درون محوطه جای مرتضوی، فرصت برای ذوباهن. صحنه قبل رو ببینید چقدر خوشگل دوتا رو جا گذاشت و اینجوری توپ رو روی هوا به سمت دروازه حامد لک شلیک کرد و حامد لک هم خوب کار کرد، عالی کار میکنه. اسدبیگی، پاس خوب برای رزاقپور سمت چپ، موقعیت خطرناک روی دروازه ذوباهن، یه ارسال رو به جلو و حالا دروازه ذوباهن باز میشه. احسان محروقیه که دروازه رو باز میکنه. حساب کار 1-1 مساوی. ادامه همون اومد و اینجوری دروازه ذوباهن باز شد توسط احسان محروقی. دفع ناقص نادر محمدی و
فرصت طلبی و جاگیری خوب احسان محروقی بود که باعث شد دروازه ذوباهن باز بشه. اولین گل برای حساب کار 1-1 مساوی. توسط این بازیکن به ثمر رسید. شماره 9 احسان رو به عقب، یه اشتباه موقت برای ضد حمله علی اسلامی. حالا فرصت برای ذوباهن، موقعیت هست برای زوبیا در دقایق پایانی. علی اسلامی و حامد لکه که نجات میده دروازه فولاد خوزستان رو. یه امتیاز شاید بخره حامد لک برای تیمش. اونجا اجازه نمیده و سوت پایان این دیدار تقسیم امتیازها در فولاد شهر. تقابل شاگرد و استاد برنده‌ای نداشت. 1-1 مساوی. یه قاب زیبا رو میبینید بین قاسم حدادی‌فر و یحیی گل محمدی. امیدوارم که این بازی مورد توجه شما هموطنان عزیزم قرار گرفته باشه.